و اما آهسته آهسته فتنه در آخری خلافت عثمان بن عفان رضی الله عنه ذی النورین شروع شد، وقتی که عثمان بن عفان به واسطه خوارجیین و رافضه همان وقته عبدالله ابن سبعی یهودی به قتل رسید، اولین فتنه ها به وقوع پیوست و در زمان علی فتنه جوش زد و فرقه خوارج و بعد از این فرقه دیگری گمراه شده جهمی، مرجعی و فرقه ها آهسته آهسته پی هم دیگر به این اسلام ناب وارد شدند. از یک طرف یهود کوشش میکرد، از طرف دیگر نصارا، از طرف دیگر این فرقه های باطلی که در درون دین به وجود آمده است میخواستند که باز به دین ضربه بزنند. در حقیقت فرقه اولین خوارج، این بدترین فرقه، و بعد از این جهمی و معتزله و مرجعه به وقوع آمدند و بعد از این آهسته آهسته فرقه جدیدی بده که تا امروز اثرش زیاد است و دنیا را فرا گرفته است، امت اسلام را فرا گرفته است، صوفی به وجود آمد. البته پیدایش صوفی در اصل دو بود. تا عصر دوم هجری، تا 200 سال بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم صوفی وجود نداشت. همین هم دلالت میکرد که این صوفی خرافات و بدعت و نو پیدا شده است. پس فرقه صوفی به وجود آمد، فرقه زلالت به وجود آمد و در اولین کسانی که در رد بر صوفی سخن کردند این حسن بصری تابعین بودند و اینچنین اوزاعی و روایت از سفیان ثوری هم که آمده است که در مسئله صوفی صحبت کردند. و امام شافعی میگویند من وقتی که از عراق به مصر آمدم، اولین سخنی که در یعنی حق صوفی گفتن، امام شافعی میگن من وقتی که از عراق به مصر آمدم، در عراق مردمان صوفی و اهل بدعت را بعد از خود گذاشتم، که این سخن را سال 199 هجری گفتند. پس فرقه صوفی در این سال به وجود آمد، اما همچون یک فرقه که مدرسه داشته باشد، یک منهج خاص خود را داشته باشد، نه این، بلکه به یک تنها به راه زهد آمدند که البته مخالفت عقیدوی هم آیسته آیسته در اون وقت به وقوع آمد و در آخر عصر دو، در اولهای عصر سه، فرقه همچون یک فرقه صوفی، همچون یک فرقه و منهج و برنامه ریزی و همچون یک مذهب نوی صوفی در عصر سه به وجود آمد که با خود عقیده های خاص، فرقه های خاص، البته منهج های خاص و فکرهای خاص خود را داشت و تمام علمای اهل سنت و الجماعت به آنها در اول و تا امروز رد زده اند و مردم گمراهی و ضلالت آنها را بیان کرده اند و امروز این وظیفه ما است که به شما خواهران و برادران موحدم از صوفی صحبت بکنیم و حقیقت آنها را به شما رسانیم. پس اولین سرشوی های آنها انا همین بود. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و در حلقه آینده ان شاء الله از معنای کلمه صوفی لغتا و اصطلاحا و از نشأت اونها، چگونه پیدا شدن اونها صحبت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.